شما رو به دیدن مینی میکس شماره 1 روکسی رز دعوت میکنی. بله پو رضا جونم. یه جمله بگو مردم رو خوشحال کن بره. دوست داشتم آدامس جرقه‌ای شیاف کنم تا یه موقعی تو کون ما هم عروسی بشه. نمیدونم حالا چی بشه. یا میدانستی چه هم شمردن بلدن، قدم هاشونو برای مسیریابی میشمارن. رضا چطوری آدم باید بفهمه برونگرا یا درونگرا؟ خب من نمیدونم چجوری درونگرام یا برونگرام، من فقط میدونم کسخلم. آره یا میدانستید به طور متوسط روزانه 12 تا نوزاد به صورت اشتباهی به خانواده ها داده میشه در بیمارستان ها. جدی؟ شاید من تو هم اشتباهی سر روی نکنه تو هم اشتباهی؟ تو از قوانین کره شمالی رو بهمون میگی؟ ماهواره در این کشور استفادهش ممنوع هستش. 4 تا شبکه داخلی فقط دارن که ازش استفاده میکنن. کاندوم ممنوعه. پرتای بهداشتی که نمیتونن استفاده کنن. اینترنت هم ندارن.